سوره مبارکه بینه. به نام خداوند بخشنده مهربان. کافران از اهل کتاب و مشرکان می گفتند دست از آیین خود بر نمی دارند تا دلیل روشنی برای آنها بیاید. پیامبری از سوی خدا بیاید که صحیفه های پاکی را بر آنها بخواند و در آن نوشته های صحیح و پر ارزشی باشد. ولی هنگامی که آمد ایمان نیاوردند مانند اهل کتاب. اهل کتاب یعنی یهود و نصارا نیز در دین خدا اختلاف نکردند مگر بعد از آن که دلیل روشنی برای آنان آمد. و به آنها دستوری داده نشده بود جز این که خدا را بپرستید و دین خود را برای او خالص کنید و از شرک به توحید بازگردید. نماز را برپا دارید و زکات را بپردازید و این است آیین مستقیم و پایدار. کافران از اهل کتاب و مشرکان در آتش دوزخند، جاودانه در آن میمانند. آنها بدترین مخلوقاتند، اما کسانی که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند بهترین مخلوقات خدایند. پاداش آنها نزد پروردگارشان باغ‌های بهشت جاویدان است که نهرها از زیر درختانش جاری است و همیشه در آن خواهند ماند. هم خدا از آنها خوشنود است و هم آنها از خدا خوشنودند. و این مقام والا برای کسی است که از مقام پروردگارش بترسد. راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه.